در کشوری که کماکان ملیت‌های آن از تحصیل به زبان مادری محرومند، رژیم در راستای تمام کردن مأموریت نیمه تمام خود در حال تحمیل طرحی به نام بسندگی زبان فارسی است. کسانی که کمترین آگاهی از حقوق بشر و مطالعات و پژوهش‌های مدرن بشری را داشته باشند به خوبی می‌دانند که اقدامات اخیر دولتمردان ایران در ارتباط با زبان مادری و کمرنگ جلوه دادن حقوق آموزش کودکان غیر فارس به زبان مادری تنها بخش کوچکی از سیاست‌های هژمونی گرایانه دولتمردان ایران است. بسندگی زبان فارسی هیچ ارتباطی با توانمندی‌های یک فرد ندارد. اجرای این قبیل طرح‌ها با هدف همگونسازی فرهنگی یا همون آسیمیلاسیون انجام می‌گردد و هدف غایی دور کردن کودکان مناطق غیر فارس از زبان مادریشان میباشد. یونسکو بر اساس پژوهش‌های محققین جهانی در رابطه با آموزش کودکان با زبان مادری بارها تاکید کرده است که زبان مادری بیانگر ماهیت انسانی و موجب شکل‌گیری افکار، هویت و درک درست از فرهنگ دیگر را ممکن می‌سازد و جلوگیری از آموزش به زبان مادری را فرایندی اسفناک برای جامعه جهانی قلمداد کرده است. مطرح کردن آزمون بسندگی زبان فارسی به عنوان شاخص سنجش توانمندی‌های نوآموزان غیر فارس در جغرافیای سیاسی ایران یکی دیگر از شگردهای دستگاه حاکمه حکومت‌های جغرافیای سیاسی ایران است که در طول یک قرن گذشته بارها تکرار شده.